لو رفتن کالا فلیرا پارت 1. آقای داداشمون که خیلی سطح بازیش قوی بود. من داشتم همینجور تو یوتیوب میگشتم دیدم این داداشمون خیلی اسنایپش خوبه و اومدم نقل و بررسی بذارم ازش و با این صحنه مواجه شدم. آقا من اصلا کاری ندارم که تو چقدر بازیت خوبه، سطح بازی واقعا چجوریه، ولی توی این گیم پلی که داریم از تو میبینیم تو توی فریم اول انمی توی دایره اسکوپ تو نیست، ولی همون انمی تو فریم بعدی ایمت روی هد انمی قفل شده. این صحنه رو ببینید، واضح داریم ببینید که شما ایمت چجوری داره انقدر دقیق و اذن خدا میبره. تو این صحنه واضح ترین چیتر جهان رو دیدید که حالا من نشونتون میدم. من اسم نمیبرم ولی داداش اگه داری این ویدیو رو میبینی خدا وکیلی بیا یه کامنت بذار و بگو که چرا داری با چیت پلی میدی. آقا همه کسایی که دارید این ویدیو رو میبینید از من نصیحت که لطفا سالم پلی بدید، چیت نزنید، سالم پلی بدید. من هر چقدر بازیم بد باشه باز به خودم افتخار میکنم که دارم سالم پلی میدم. گیم پلی دیدم واقعا تعجب کردم.